موضوع زنجانی همینجوری که شما مستحضر هستید اتهامات سنگینی علیه ایشون در ایران مطرح است و در یک پروسه عادلانه و جدی دارن به اتهامات ایشون رسیدگی میکنند. قوه قضاییه ما نشون داده و ثابت کرده که هم دقیق، هم قاطع و هم منصفانه قضاوت میکنه. آقای زنجانی در خارج از کشور هم فعالیت‌های زیادی داشته. ایشون متهم است که با پول بیت المال فعالیت‌های خودش رو شروع کرده و این فعالیت‌ها منحصر به داخل ایران نیست. در خارج از کشور هم فعالیت‌های مختلفی داشته. وقتی پرونده قضایی ایشون در جریان است، توصیه من به همه چه در ایران و چه در اینجا این است که اجازه بدند به پرونده ایشون رسیدگی قضایی بشود و قبل از اون نه اتهاماتی راجع به ایشون رو در این ور اون ور مطرح بکنن و نه در پاسخ به اون موارد و اینها بخوان که در واقع یک اظهارات احساسی انجام بدن. چرا؟ چون این اظهارات و اتهامات تأثیری بر اصل موضوع و واقعیت ها نداره. واقعیت ها در پروسه قضایی مشخص خواهد شد و بعد از این که اونها مشخص بشود ممکن است برای کسانی که پیش از اون اظهاراتی کردند یک شرمندگی باقی بماند. بنابراین من پیشنهادم این است که در واقع بهتر این است که کسی راجع به این پرونده در حالی که در حال رسیدگی است صحبتی نکند. من مطمئن هستم که رهبران دو کشور و دولت‌های ما روابطشون از استحکام کافی برای حل هر نوع مشکلی در این زمینه‌ها در واقع برخوردار هست و در هر دو کشور مبارزه با فساد و رشوه‌خواری یا تخلفاتی از این قبیل مورد توجه جدی مسئولان هست. بنابراین فکر می‌کنم اون رو باید منتظر بشیم که ببینیم روند پرونده به کجا میرسه.